از این دختری کی گفتم از جلال. به رفتار و گشتارش من نگاه کردم. بعد اکنون همونجا یک جا کار کردیم مکتوب نوشتیم وزیر آسان تلفن قطعی ثبت شد. خواستگاری فرستادیم خیشی کردن و نه پر خواستگار آمدن نه که همه خیش قوم. ما هم دیگری را نقض میفهمیدیم. نه رشک نیست، ما هم دیگر به باوری داریم. دوست داشتن تا آخر تا عمر. حاضر جوانو همسرشتم من به گرنیتوری خواب باشد، من گرنیتوری کوخنی باشد، این باشد اون باشد، همش میگیرم به قدری زندگی نمیرسم. کمبودی بسیار، همه را صبر کنن، طاقت کنن. در او اگر جدا شدید نومی گنده، بیوه مرد، بیوه زن، همین نومش هم گنده. بسیار آیلو قرض میکنن توی میگذرورن. خوشنامه‌اش همچون مادر قبول کرد، پدر همچون پدر قبول کرد. عیار سلام علیک. از آمدنم شادی؟ یا بند یکی زلفی زیبا و پریزادی؟ خسرو نپذیرم من با تخت شاهنشاهی، من شیرینم و خواهم حماسه فرهادی. این یکی هست خدیجه جلالزاده، گل خوشرو و خوشبو و معطر این خاندان و همزمان طبیبی سابق قدار، مامادایه همدم و کاردان و حبیبی این گوشه سبز ناحیه اشکاشمی بدخشانی وطن. بار اول یکم بار من دانشجو بودم، کورسی 3-4 بگذشتم اینام دانشجو بودم. من قطعی امکم دویم منم میبرد و میآورد. ماشین اون وقتی خیلی ماشینا نمی رفتم، همین ماشینی بر تبای ماشینا همونا قطعی ما بالا بودیم. همین نزد شفاخانه اومدیم، اونجا ایستگاه بود، ایستگاه اونجا ایستادگی یک کس جوانی جنگیلمو قطعی مادرشون اونا ماشین گیر کرد، همین ماشینای ما گیر کرد، اونا هم سوار شدن و بعد همین رحمتی مادرشون بعد پرسید که زبانی و خونی قطعی پرسید که شما دختری کی از کجای؟ من گفتم من از رن. در زبانش کاشمی قطعی گردون، همین زبانی من قطعی که از رن دختری کی؟ گفتم از جلال. ها وای برادر من و هم خیلی شناس شدیم. بعد امو یکم بار دیدگی تموم، امو شهر به میدید فقط هم شهری چخیل هم خیلی با چیزی میپرسید که چخیل. مورد فعالیت کاری شروع شدیم، به رفتار و گشتارش من نگاه کردم. من ایست کردم که اینو میخوان که قطعی هم صحبت شوند. من فقط خودم میگریزوندم، هیچ نمیستودم. هم میخواستن که گپ زنن و من میگریزوندم و بعد مجبور شدن مکتوب نوشتن. بعد اکنون همونجا یک جا کار کردیم مکتوب نوشتیم. وزیر آسان تلفن قطعی ثبت شد. اون وقتی هم خیلی مکتوب نوشتن و هم خیلی چی سر شد مکاتبه دوستی عاشقیمون مکتوب قطعی. بعد مهر و وحدت پیدا شد، شناس شدیم، خواستگاری فرستادیم خیشی کردن و نه اولادار شدیم. پر خواستگار آمدن نه که همه خیش قوم، از طرفی پدری از طرفی مادری سه هم خیلی اومدن و خیلی بیگونه کن بدن. مادر به روزی دل میکنی کن. گفتم که همه خیلی با مادر زبون پدر میاد میگه مردک بیام بیگونه بکنیم و ایش با میکنی خفه میشرینش بیامی بیگونه با میکنیم و خیلی قطعی روزگیشون ندادن همی کسبه و نه اینا خواستگار فرستوندن. پدر و مادر رو بسیار با نغزی قبول کردن، بسیار با نغزی، هم پدر و مادر خدیجه هم پدر و مادر من. همسر شدن ما را بسیار با خوشی و با خرسندی قبول کرده که ما باید یک عائله سالم تشکیل دهیم و شکر خدا ما تشکیل کردیم. ما روز هستیم. فرزند خوب باغ پدر میگویند، دختر چگونه مادر نمونه هم میگویند. چون فرزندها به دنیا آمدند انیق
نام گذاشتن به دوش پدر بود. بله، اما بار تربیت بیشتر به دوش مادر. احساسی بود که من به همین خیلی توفت که من یگانه زن که پسر تولد کردم. همین خیلی احساس داشتم. همین خیلی بسیار احساس مادری، همین خیلی نمیدونم و یکم فرزند. بسیار احساسی همین خیلی من به توفت که من یکم زن که من پسر تولد کردم. کار بکنیم در نویه اشکاشم. پسری اولمون جمشید به دنیا آمد. ما بسیار خرسند شدیم که ما پدر شدیم، صاحب فرزند شدیم. ما بسیار خرسند، هم ما خرسند شدیم، هم پدر و مادر من، هم پدر و مادر خدیجه خرسند شدیم. احساسات بد نهایت بلند بود. بسیار خوشوقتی و خوشحالی از ما در عائله پیدا شد. نام اکنون اردمون همین خلاصه اومدیم خودمون جمشید گذاشتیم. بعد جمشید ناظم پسری دویمم. ناظم تولد شد بعد 2 سال اینا دوانشون 2 سالی. ناظم بعد خشتامن هم نام موند و بعد ناظم دخترم ملکه با هم خیلی خودمون چی کردیم ما موندیم ملکه و او به دست عمه پدرم. نام عمه پدر گفته نام عمم نیکی در افغانستان همشون. بعد ملکه پسرم عالم ناظم و عالم در مسکو فعالیت میکنن. دخترم دکتر شده در دوشنبه کار میکنن. جمشیدم تا صنفی نوم خواست دکتر شوند. اگر وای دکتر میشد او باید دکتر میشد چون که بسیار همی خصلتی نیک داشت، بسیار آدم دوست بود. همی خیلی خیلی و همی خیلی نه که بعد چیشون گشت خواست که اکتور شوم. اکتور خیلی اکتوری هم نشد و بعد شعر می نویست. بعد داخل شد دانشگاه ملی فاکولتت روسی با روسکای فیلولوژی ای ژورنالیستیکا همون تموم کردن. ژورنالیست بعد تموم کردن 4 ماه کار کردن در مرکز اطلاعاتی خاور. در خاور کار میکرد. آید با اقتصاد همچون مخبر. غیر از وی لیاقت شاعری داشت. به زبان روسی ایجاد میکرد. کتابش برآمد، شعراش میبرآمدن. هم سالای بی سر و سامانی از خانه برآمد برای شعر برای دخترش. دیگه به خونه برنگشت. پسرمون گم شد. نه مرده یافتیم نه زنده. ناظم اختصاصشون همی گیولوگ خوندگی نه که همه کار میتوند. همه ریمونت میکند و اساسی الکتریک قطعی و همه کار همون میکنن. عالم جانم کسب پدر گرفت جراح دکتر. اینستیتوت طبی دوشنبه تموم کرد. بعد اردیناتورا رفت مسکو و همونجا بعد اسپرانتورا و خوندن و حمایه کردن و همونجا کار میکنن. دکتر علم طب و پروفسور در روسیه تشکیل کرد مرکز فلیبولوژیا، یعنی بیماری‌های وسیع شدنی رگ‌های ورید کار کرده ایستاده. ملکه دکتر و دوشنبه با کار میکند اندوکرینولوژیستی دیسپنسر با. مگر اشک است پروین را و نسرین را ز یکدیگر که این برخان پیدا شد چون بر چرخ پنهان شد. تو را فهمیدم دوستم، اما رشک که در همه جا هست اگر خودش نیست سایه‌اش حکم فرماست. نه در خانواده ما رشک نیست. نبودم نه اینه که من اکای من رشک نداشتن، نمیدونستم که رشک چی است. نسبت به اولاشون از اون جمله در باره فکرم در اوله ما در اوله برادرها نبود. نه رشک نیست. ما هم دیگر به باوری داریم. ما هم دیگری را نقد میفهمیدیم، بسیار ناز نمیکردیم، گپی هم دیگر را گوش میکردیم. نه نبود. کلمه دشنام، کلمه بی‌حرمتی نسبت به وایل از ما نبود. جنگ و جنجال نه. خیلی ممکن که چی میشد نافهمی و چی و نه که با بنغزی مردکو هم بدقر میشن کو هم خیلی نه که دویم هم خیلی نغزو همین زنک میبیند که خرش خستگی بعد که با
قرشون فرومد بعد میگم که خیلی شیرین جان خیلی نیم اینایی خیلی درست بسیار گپا بعد با روزی میشن وقتی قربه همی زور زدن در کار نیکی زنک طرف خود و مردک طرف خود برای هم دیگر فهمید سرفرازی دیدن احترام را لایقند اما چون به خلوت میشینند کی را میشنیده باشد؟ یعنی گپی کی باشد در این خاندان؟ از پدر یا از مادر؟ گپی مردک ده مردک گپ میگد اونا هم خیلی چیزشون که همی گپ کردگیشون باید کنن نیکی با همی خیلی با مسئولیت منم که اگر میبینم که همی گپ باید نشد با میفهمونم که نه این خیلی باید نشود این خیلی باید شد خیلی با روز میشن نیکی اساسی گپی ویا گپای ما برابر است خیلی من نمیگویم که من سردار عائله هستم من چیزی خیلی نیست چیز باشه مسئله را دو کس حل میکنیم نه وای خشک حلال میگیرن نه ما خدمت حلال میگیریم یک جایه زندگی را پیش میبریم عجیب چه چیز باشد در رفتار و در گفتار و در کردار این زن و شوهر خوشایم که دلبر و دلداری همند تا این دم جواب در بیان آنهاست نه در ما دوستان این بسیار آدم رحمدل بسیار آدم خیرخواه خلاصه گپ به طور همین ساده گویم میخواد که نان شود و این کس را خورن بسیار رحمدل است من خیلی تیز شوهر برآمدم ولی دادرم میده بودم من یگانه من شوهر دادن و بعد مادرم تیز گذشته شدن با برادرم هم خیلی تیز پسی هم گذشته شدن خیلی بسیار همین دل برداری کرد همین خونه پدرم من دلم دایم خواتیر از خونه پدرم بود یکون مشکلی هم میشد از خونه پدر من باید میرفتم میردم من دایم اجازت میدادن فکر مرا میخواند من چیزی اگر به دلم گرداند وقت قبول کردن میمون و یکون چیزی علاقه وای میداند فکر مرا میخوره چیزی که من به دلم میگردانم و بگفته اجرا میکنه من بعض وقتا میپرسم که از کجاش خب من فکر کردم چه خیلی فهمیدی میگد من میفهمم شما درباره چه فکر در دلت حال چه بکنید من از اینو بسیار منت دارم که دوی من دستگیری میکردن من اینو من بسیار دستگیری کردن و همی حرمتی احترامی پدر مادر و احترامی اونا را میکردن چه زیبا به نظر میرسن هر دو عجب زیبنده تقدیمی از تقدیر در قسمت این دو اما با وجود تحفه های پیوسته مستحکم کرده محبت را میان 4 دیواری بلندی این حوله همین خیر؟ بله همین خیر این همی توقی بدخشونی را این رو سرش بزدیم کن خیلی توفه همه ایدای زنانه هر سال ما توفه میکنیم کردیم شکرت حاضر دوره شوروی هم توفه میکردیم حالی هم توفه میکنیم همی روزای تولدشون به همی فقط توفه میکردیم هم دیگر بقیه و منبع به هم پیشتر میگرفتیم منوی عطریات بگرفتیم خب گل میگرفتیم بعض وقتا لباس چی میگرفتیم حاضر خیلی تبریک میکنیم گل از گل بدیم گل از گل وقتی ما با نبودم نه چله بود و نه شول بود و خیلی کم بغلانه نه خریدن نه من خریدم نه اون کسا نه که من عوض داشتم که باید ابروچنی کلسا باشد من بعد هم خورق به 72 سال ما گذشتیم همونجا پریمیر از پرسوز کار میکردم پریمیر دادن این کسا به بعد من به ابروچنی کلسا خریدم یکم توفه ارزنده شون اونو بودن عجیب طول این همروانی که کی را ساخته و کی به کی راه بکشاده و از خود بگذشته باشد مرهمبر داغ و درد هم هستند این دو برابر اما باز کی میداند هرچند که سال ما رفته باشد دختر عزیزم ما خصلتا دیگر نشدیم خیلی که بودیم همون خیلی زندگی کرده ایستادیم شکر خدا انا این سال 60 سال
دکابر 60 سال، همین سال 60 سالگیمون 65 با خونه‌دار شدیم. دکابر 65 نه، دکابر 65 نه، 25 و 60 سال میشه. خیلی که جوانی از با خاصیت هم دیگر فهمی بود، او دیرم صرف نظر به سن سال نکرده خصلت با خیلی مونده است. اگر عشق را آغاز باشد و انجام نه، و این حکمت را که ایشان خوب میدانند، انیق نعمت نقد را هر دو جا کردن در جای جان. اگرم چنین از خوش به حالشان، اما با وجود چون جوانی می رود عشق نیز گذرنده است و این عادت است که بعدها ما عشق می پنداریم. همین خیلی با عادت کردن، احترام، ولی همون دوست داشتن همون دوست می داریم. دوست داشتن تا آخر، تا عمره. ویله اول نه 60 سال نمی شود که با یک جا زندگی کردیم. امو اول امو جوانی و دوست و بعد آهسته آهسته آدم عادت میکند، احترام، حرمت بین هم دیگر. اینا خیلی همون هم ممکن دوست داشتن باشد. پستی را دیدیم، بلندی را دیدیم، خرسندی را دیدیم، غم و غوسه را دیدیم. خدیجه برکتی آورد. ممکن همه خدیجه بود که من با این سن سالی 87 رسیدم. دوست بداره. زندگی آسان نبوده بسته صد مشکلی می شود گاهها، اما اگر عشق استاد زندگی باشد و صدای او در گوش شنوا، انسان جبر می بیند و آخر می شود، نه دست به جدایی می زند و یک دم. جدایی یعنی فصل شدن. این مرگ روح و تن است و اما وصل شدن این میلاد تازه عشق و امید در صفای باطن. کاش همه درک این معنی میکردند و نام جدایی گم میگشت از ذهنم. اما زندگی پست بلندی دارد، اما انبار شدن نمیتوند. مشکلی ها هست، با خرسندی ها هست. انا مشکلی ها بود که از من جگربندم که گم شد وقتی جنگو تماما. هم خیلی من رو افتاده شدم، گفتم من دیگر نه میرقصم نه میخندم، نه برای شکم مجبور مگم خوریم. نه که با انا با توی کردیم بچه را و با خندیدیم و رقصیدیم و خیلی نه ما وقت همش پیدا میشد. همش آدم میگذراند، همش گذرانده با یک دیگر فهمی، هم دیگر فهمی قطعی. ما با گفته خدیجه هم رو میشدیم. زندگی بسیار پستی و بلندی دارد. با خیلی که گفتن خرسندی غم و غصه بسیار بود. دست کوتاهی آدم های نزدیک گم کردیم، غم بود. باز همه غم وقت میخورد، وقت همه غم میخورد. باز خیلی که کسا گفتن باز توی شد و باز خندیدیم و رقص و رقاصه کردیم و حیات همه هست. اما وقت همه خیلی که گفتن انوار باشد، بی غم بی غصه همه باید باشد. نه گشنم موندیم، در خانه اجاره هم گرفتیم، خارق باقی کوچیدیم، فقط خطی تخشای هم زندگی کردیم. خیلی شکرت حاضر نستم، تقصیر نداریم. اما چیزمون هم میگیریم، پنسیر هم میگیریم، زندگی کرده ایستادیم. بچه ها یردم میکنن، یردم ممنون قطعا. چی؟ همه خیلی از زندگی 60 سال میشه. خیلی که من گفتم از همه زندگی 60 ساله ما شکایت نداریم. من شوهر کردم یکون کور نمیتونستم. من چی دروغ بگم؟ خیلی از صنف 7 رفتم خوندن، اومدم تموم کردم. 4 ماه در خونه پدر بودم و بعد شوهر کردم. هیچ بعد همین زندگی یاد میدید. هم از خشتم من یاد گرفتم، از ینوم همین قیسنگیلو ما ینوم میگم، از اونو یاد گرفتم. از مادرم تیز چی شدن میگم، همون وقتی چیزی یاد گرفتم میدگی به همه را آدم یاد میگیرد. نه که همون کلینم باید بفهمدم حرمتی مادر همچه مادر. من خدا رحمتی بسیار رازم از همون خشنامن خودم. من مادر میگفتم، ما جیه میگیم، جیه مادر. بسیار حرمت میکردم.
از وایم یاد گرفتم و از امو زیادتر ویاقتی او قنشتم چونکه کار میرفتم و دوده و امو بچه ما تو یک سالگی بدید بعد اینا اینجا اومدیم امو یعنی امی قیسنگلام همه امی چیز کار قشلاق من از امونو یاد گرفتم. جوانات خیلی که ما هم جوان بودیم در قشلاق زندگی میکردیم تا اونی که مکتب میانه رو تور کردیم به پدر مادر ما یاردم کردیم کشتزار را درویدیم کم کشیدیم وقت شدگار کردن هم یاردم کردیم زمین ها را از سنگ تازه کردیم پارو هم کشیدیم محنت کردیم مکتب میانه را اینا من بسیار در یک قشلاق ها مکتب نبود ملواج بخوندم ریم بخوندم 2 جا برشور بخوندم 3 جا قاضی به 40 کیلومتر از صنف 5 سر کردم من از تربیه پدر و مادر بر آمدم انا در قشلاق مکتب میانه را خوندیم البته در خانه بیگانه که زندگی میکنه اونجا میاردم کردم در کار ایزوم کشیدم در کار ایزوم قریب 5 کیلومتر میرفتیم ایزوم از کوه میخنباندیم قشلاق 3 کیلومتر یک قشلاق همسایه پیاده با وقت درس میرسیدیم این سالای 5 گرسنگی بود یک لقمه نان میگرفتیم با ما خدمت میکردیم جوان ها حاضری اینا را نمیدونن وقتی ما کشیدیم همسر یگون چی نداشتیم خیلی نه امو لباس و نه گفتم که نه چیله و نه اینو یگون چی نداشتیم بعد انا آهسته آهسته چیرکی دست میگن که این چیزی نیکی چی نداشتیم خودمون کار کردیم به محنتی دست گرفتیم حاضر جوانو همسر شدم من به گرنیتوری خواب باشد من گرنیتوری کوخنی باشد این باشد اون باشد همش میگیرم به قدری زندگی نمیرسم خودت محنت کنی او را بیابی به قدری هم زندگی و به قدری هم سر و میرسی به فکر هم دیگر قطعی کار میکنی از اینا شکر خدا تنجی است امانی است صلح و وحدت است جوانو برای بد میر و محبت نیست همسر شدن میر و محبت نیست که هم دیگر دوست دار به قدر همدیگری رسن توی بکنن بسیار خراجات بکنن بسیار مصرف میکنن بعد 1 سال و بعد چند ماه میبینی جدا میشون افسوس بسیار آیلو قرض میکنن توی هم میگذرونن باز فرزندو جدا میشون انا بعد قرض اکل بسپور هم دیگر قطعی چی نمیشن مسئولیت نمیکنن بعد این زن یک طرف جنجال میکند مردک یک طرف جنجال میکند و هم خیلی هم دیگر فهمی نیست و به قدر زندگی نمیرسن با جدا میشن هم خیلی من میفهمم پیش از اما زن و شوهر بود هم دیگر را فهمن چخیلی که ما در بالا گفتیم کمبودی بسیار همه را صبر کنن طاقت کنن برو بر همه کمبودی همه تنقیصی همه وقت میگذرد گذرند یک مشکلی هست که گذرنده است طاقت کنن روز بهتر می شود روز خروزشون هم می آورد اگر فکر نکرده چخیلی که گفته شد یا عروس چه زن یا مرد از این ناراض می شود و جدا می شود طاقت نمیکنن یا شو خونه دار میشن اما چیزی که وای باید سوم دارد خجیفه دنیا دارد امیره فکر نمیکنه امیره پدر و مادر محنت کردن و پیدا کردن به اینو عطا کردن به قدر همون نمیرسن یا همه تو یک زرادن همه قد مصرف کردن خراجات کردن فکر نمیکنه امیره پدر و مادر کردن به قدر وای برسن باید مست نشون از بودن چی مست نشود نه اینو که کم بغل هستن طاقت است برای بر زندگی از زندگی باز هم مال و چیزی که لازم است برای زندگی و یا میوبرن برای میوبرن کلین که آمد اما مادر شوهرش خوشنامش همچون مادر قبول کرد پدر همچون پدر قبول کرد بیام همچون دختر قبول کرد شوهرش همچون برادر قبول کرد چلی که گفتن خدشه نبود اما
رسم و رسوم و عادتی که در خانه پدرش بود و دیگه ممکن باشد در اینجا دیگه به همون طاقت کند به همون مطابق شود گفته ای خشتامن اجرا کند میگه بعضی میشود خشتامن هم گناهکار میشد به قدر همون کلین سنانشون نمیرسن جنجال میکنن نغز رابطه نغز نیست از بیرون بعد اینا بیچاره و های زدک و های عروس گریه میکنند و چیزا خیلی خود نمیکنن خیلی خود نمیکنن جدا میشون هم مسئلت همی که به صبر بدن در کار در زندگی هم پستی و بلندی هست همه با همه خلاصه که صبر کردن در کار ما میگیم که شکر گویم افزون شود از کفم بیرون شود این هم خیلی گپ است شکرت کردن بودنش هم شکرت نبودنش هم شکرت همش به شکر کردن در کار شکر کردی پیدا میشد بسیار میدونیم که هم خیلی میگه نیست پول نیست و نیست میشود عاقبت نیست میشد اما بودگیش به شکر گویی او پیدا میشد این هم خیلی خلاصه شکرت زندگی کردن در کار در او اگر جدا شدید نومی گنده بیوه مرد بیوه زن همین نومش هم گنده بیزید به گوش میآید هم خیلی برای همین طاقت کردن در کار پدر و مادر شکست میشود پدر و مادر غمگین میشود زندگی دروزه باید که همین دروزه دنیا را مشکرت کرده و به قدر هم دیگر برسید بناس آفرین بر وجود زیباشان با این اندیشه سالم با این لحن شیرین با این نگاه گرم و با این دامن پر از آرزو بله آفرین بر وجود زیباشان با این فراست بلند انسانی با این خاکساری فروتنی با این آزادگی و سازندگی که دیدنش چه خوشایند بود برای ما آفرین بر وجود زیباشان آفرین بر وجود زیباشان